ما همین دیگه اولادای ما گوشه بود پیش زن و اولاد خود که قسم خوردیم که دیروز ما را سودا کدو نیشتم باورم نکده. ولی هم رابر امارت اسلامی بسیار خواهشمندم، عاجزانه خواهشمندم، فقیرانه خواهشمندم که بر طبقه غریب یک جای آرام پیدا کنیم. دیگه ما هیچ چیزی کار نداریم، یک لقمه نان کار دیم. کدام تیاره نفت دیم، از کدام مملکت کفر علاج نامدیم. دمی خاک اصل همیزی خاک هستیم و می خاک با عدالت پروردگار قسمه که 65 سال آدم با می خاک تمام روز با یک ذره ما هفته و من خیانت نکردم. غیر نمی غریبی کاری ما بوده. هیچ دیگه نمی خواهش من از رابر امارت اسلامی همی هست که برای غریبا یک کار سهولت همین دیگه ما کدام دولت و سرمایه کار نداریم. انشالله امیدوار هستم فایده